سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی کانال من عباس طالبی هستم، محقق و پژوهشگر. نتایج تحقیقات خودم رو توی این کانال با شما عزیزان به اشتراک میذارم. موضوع تحقیقی که من امروز آماده کردم و برای شما میخوام ارائه کنم مهارت‌های دیجیتال هست. مهارت‌های دیجیتال خیلی اهمیت داره تو دنیای امروز و حالا با توضیحاتی که امروز خدمت شما ارائه میکنم قطعا شما هم علاقمند به یادگیری این مهارت‌ها میشید. اول از همه میخوام به اهمیت یادگیری مهارت‌های دیجیتال بپردازم. خب اولین موضوعی که اینجا مطرح هست اینه که نیازی به زور بازو و توان بدنی نداره. چرا؟ خیلی از افراد بنیه بدنی ضعیفی دارن، در حالی که با یادگیری مهارت‌های دیجیتال شما فقط از ذهن خودتون استفاده می‌کنید و نیازی نیست که از توانایی جسمی بالایی برخوردار باشید. نکته دوم اینه که تقاضای روزافزون در سطح ملی و جهانی برای مهارت‌های دیجیتال هست. الان در حال حاضر یکی از مشاغلی که بسیار پرتقاضا هست، چه در بازار ایران و چه در بازار بین‌المللی، مهارت‌های دیجیتالی هست که حالا اونا رو یکی یکی براتون نام میبرم که چیا هستن. ولی اینو بدونید که بازار کار خوبی داره و شما در واقع هیچ وقت بیکار نمیمونید با یادگیری این مهارت‌ها. نکته سوم اینه که و خیلی اهمیت داره اینه که امکان کسب درآمد برای شما فارغ از زمان و مکان هست. یعنی شما مهارت‌های دیجیتال بلد باشید، در هر لوکیشنی که باشید، در هر کشوری که باشید میتونید آنلاین کسب درآمد کنید. هر ساعتی از شبانه روز بخواید میتونید کاراتون رو انجام بدید، پروژه‌هاتون رو انجام بدید و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارید. نکته بعدی که میخوام خدمت شما بگم اینه که امکان رشد و پیشرفت سریع وجود داره. یعنی برای افرادی که نسل جدید هستن و از بچگی با اینترنت و کامپیوتر و موبایل بزرگ شدن، خیلی راحت‌تر میتونن این مهارت‌ها رو یاد بگیرن و سریع میتونن پیشرفت بکنن و وارد بازار کار بشن. خب اولین نکته‌ای که حالا اینجا میخوام بگم بحث زیرساختی و سواد دیجیتال هست. سواد دیجیتال پایه و اساس یادگیری مهارت‌های دیجیتال هست و در دنیای امروز کسی که خوندن نوشتن بلد باشه رو ما باسواد نمیگیم. کسی رو باسواد میگیم که مهارت‌های دیجیتال داشته باشه و سواد دیجیتال داشته باشه. اولین چیز یادگیری مهارت‌های پایه‌ای هست. مهارت‌های پایه‌ای کار کردن با کامپیوتر، روشن خاموش کردن، کار کردن با کیبورد، کار کردن با موس، یه سری تنظیمات اولیه کامپیوتر، راه اندازی زبان و مسائل اینچنینی، کپی پیست کردن، اینا چیزهای پایه‌ای میشه، مهارت‌های پایه‌ایه که شما باید بلد باشید. نکته دومی که شما باید بلد باشید مهارت‌های ICDL هست. مهارت‌های ICDL شامل ورد، اکسل و پاورپوینت هست. شما با یادگیری اینها میتونید یک سند درست بکنید، میتونید یک فایل درست بکنید، این فایل رو انتقال بدید. با یادگیری اکسل میتونید یک سری محاسباتی رو انجام بدید. با یادگیری پاورپوینت میتونید ارائه بدید. اینا خیلی مسائل پایه‌ای و مهمی هست. سومین موضوع جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات هست. تو بحث سواد دیجیتال ما امروز به این موضوع هم اشاره میکنیم که شما باید بتونید اطلاعات رو جمع‌آوری و ذخیره بکنید. شما باید بتونید در طی سالیان طولانی مثلا اطلاعات یا عکس‌های خودتون، ویدیوها، موزیک، فایل‌های به صورت PDF یا ورد یا پاورپوینت از 20 سال پیش، از 30 سال پیش، باید همه اینا رو جمع‌آوری بکنید و طی سالها ازش استفاده بکنید. اینا ممکنه بعدها به دردتون بخوره. شما باید یه فلش یا یه هارد دیسک داشته باشید مخصوص ذخیره سازی اطلاعات. اطلاعاتتون رو گم نکنید دوستان. اطلاعات خیلی با ارزشه. بعضی اوقات شما یهو به این فکر میکنید میگه ای کاش من اینا رو مثلا ذخیره میکردم. زمان که هرچی جلوتر میگذره طی سالهای آینده، دهه 2030 و 2040، اهمیت این موضوع رو بیشتر متوجه میشید. و چهارمین نکته
استفاده حرفه‌ای از اینترنت به عنوان منبع دانش هست. چرا اینو میگم؟ اینکه یه عده‌ای میرن توی اینترنت میشینن کلیپ نگاه میکنن، کلیپ‌های خنده‌دار نگاه میکنن، اشکالی نداره، برای سرگرمی هم خوبه، ولی شما به عنوان بحث سواد دیجیتال باید اینو یاد بگیرید که از اینترنت به عنوان منبع دانش، منبع اطلاعات بتونید استفاده کنید، بتونید ریسرچ بکنید و یه سری اطلاعاتی رو بتونید ازش به دست بیارید. با تحقیق توی گوگل، جستجو کردن داخل گوگل، داخل ویکیپدیا و ابزارهای هوش مصنوعی باید بتونید یه سری اطلاعاتی رو دریافت بکنید و ازش بتونید استفاده کنید. مهارت بعدی که حالا یه خورده جدی‌تر الان میخوایم راجعش صحبت کنیم، طراحی گرافیک هست یا گرافیک دیزاین. من اینجا 4 تا اپلیکیشن طراحی گرافیک رو معرفی کردم. اولی ادوبی فتوشاپ هست، دومی ادوبی ایلوستریتور هست، سومی ادوبی پریمیر هست و چهارمی ادوبی افتر افکت هست که هر کدوم کاربردهای خاص خودشونو دارن که الان من یک توضیح کوتاهی خدمت شما میدم. اولی ادوبی فتوشاپ هست که احتمالاً شنیدید. نکته جالب اینه که این 4 تا نرم افزاری که معرفی کردم هر 4 تا مال کمپانی ادوبی هست. فتوشاپ برای ساختن و ادیت کردن تصاویر به کار میره، یعنی فایل هایی که به صورت JPG PNG، فایل های استاتیک هستن. ایلوستریتور هم مثل فتوشاپ هست، با این تفاوت که فایل هایی رو که آماده میکنه فایل ها به صورت وکتور هستن، به صورت SVG و وکتور هستن. تفاوت فایل های وکتور و فایل های پیکسلی اینطوریه که فایل های پیکسلی شما وقتی زوم میکنید اون پیکسلاش معلوم میشه، کیفیتش یه خورده میاد پایین. فایل های ایلوستریتور هر چقدر زوم میکنید چون به صورت وکتور بیس هست کیفیتش پایین نمیاد. برای ساختن و طراحی لوگو بیشتر از ایلوستریتور استفاده میکنن. ادوبی پریمیر و ادوبی افتر افکت برای طراحی و ادیت ویدئو هست، تدوین ویدئو ازش استفاده میشه. ادوبی پریمیر نرم افزار پایه‌ای و خیلی دم دستی هست و من به اکثر دانش آموزای خودم اول از همه پریمیر رو یاد میدم و بهشون میگم که با این بتونید چند تا ویدیو ادیت بکنید، یه سری افکت ها مثل ترانزیشن افکت و اینا رو بتونید انجام بدید، ویدیوهاتون رو بتونید، فایل های صوتی رو، افکت های صوتی، تصویری، اینا رو با هم بتونید سینک بکنید. اما تو ادوبی افتر افکت یه سری افکت های ویژه‌ای رو شما میتونید ازش استفاده کنید، برای موشن گرافیک و انیمیشن ازش استفاده میشه، کاربردهای حرفه‌ای تری داره. پیشنهاد من این هستش که کسایی که میخوان تدوین ویدیو انجام بدن اول پریمیر رو یاد بگیرن و برای کارهای حرفه‌ای تر به افتر افکت مراجعه کنن. مهارت بعدی مهارت دیجیتال مارکتینگ هست. خب مارکتینگ به طور کلی یا بازاریابی یه چیزی که خیلی اهمیت داره و یه مهارت پولساز هست، مهارت بازاریابی، فروش. اما در دنیای دیجیتال ما بهش میگیم دیجیتال مارکتینگ. حالا با این دیجیتال مارکتینگ چه کارهایی میشه انجام داد؟ شما به طور مثال یک محصولی دارید یا یک کمپانی هستید، یه شرکتی هستید، محصول خودتون رو میخواید بفروشید. این محصول خودتون رو میتونید از طریق تبلیغات آنلاین یا دیجیتال مارکتینگ به فروش برسونید. شما باید تولید محتوا رو یاد بگیرید. تولید محتوا با همون مهارت‌های گرافیک به دست میاد، به اضافه ایده پردازی، سناریو نویسی، حالا فیلم برداری، عکاسی، ادیت، همه اینا در کنار هم اون محتوا یا کانتنت رو تولید میکنید و اون محتوا باید حاوی یک پیامی باشه برای مخاطب. مثلا یک محصول دارویی رو میخواید معرفی بکنید، باید ویژگی‌ها و مزایای اون رو توی اون تولید محتوایی که دارید انجام میدید معرفی بکنید. مهارت دوم مهارت SEO هست. مهارت SEO یا Search Engine Optimization بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو هست. به چه صورت است؟ به این صورت است که وقتی محصول شما رو داخل گوگل سرچ میکنن، به طور مثال اون محصول دارویی که شما دارید، وقتی سرچ میکنن لینک وبسایت شما یا فروشگاه شما دیده بشه یا دسترسیش به راحتی پیدا بشه. یا اگه میخواید تو زمینه پرسونال برندینگ فعالیت کنید، میخواید خودتون رو معروف کنید و مشهور کنید، باید به طوری روی این SEO کار کرده باشید که اسم شما داخل گوگل سرچ میشه، چند تا لینک یا مقاله راجع به شما بیاد و شما رو بتونه معرفی بکنه.
مهارت سوم مدیریت شبکه‌های اجتماعی هست. مدیریت شبکه‌های اجتماعی یا سوشال مدیا منیجمنت به این صورت هستش که شما باید بتونید از یه سری الگوها و الگوریتم‌هایی پیروی بکنید تا بتونید یک پیج اینستاگرام رو بیارید بالا. حالا میتونه اینستاگرام باشه، میتونه یوتیوب باشه، میتونه لینکدین، تلگرام، هر چیزی ممکنه باشه. ولی شما باید علم اینو داشته باشید که چجوری از هشتگ ها، از کپشن ها، از چه چیزهایی باید استفاده کنید، چه ساعتی از شبانه روز باید پست گذاری بکنید، چجوری با مخاطب خودتون در ارتباط باشید تا بتونید اون پیج رو یا اون شبکه اجتماعی رو بیارید بالا. تکنیک چهارم تبلیغات هدفمند یا پید ادورتایزمنت هست. پید ادورتایزمنت به این صورت هستش که شما به یک رسانه پول میدید تا شما رو تبلیغ کنه یا معرفی کنه. توی این زمینه افراد به یه جاهای پول میدن یا هزینه پرداخت میکنن که در واقع اونقدر بازدهی نداره. شما باید بسنجید ببینید اون مبلغی که مثلا 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون دارید هزینه تبلیغ میکنید آیا واقعا اونقدر برای شما بازگشت سرمایه داره یا نه. اینا مسائلی هستش که شما در حوزه دیجیتال مارکتینگ باید بررسی کنید و بهش دقت بکنید. حوزه بعدی که میخوام به شما معرفی بکنم و یکی از حوزه‌های تخصصی خود من هست حوزه برنامه نویسی است. حوزه برنامه نویسی با مهارت‌های پایه‌ای HTML، CSS و جاوا اسکریپت شروع میشه. اینا مهارت‌های پایه‌ای هست که شما بتونید یک صفحه وب رو طراحی بکنید. یک صفحه وبسایت که شما واردش میشه از اجزای تگ‌های HTML و CSS استفاده میشه. HTML در واقع تگ هاست، CSS رنگ بندی و حالا شکل و شمایل ظاهری، جاوا اسکریپت در واقع اون چیزی هستش که مورد استفاده قرار میگیره تا بتونه در واقع مثل دکمه و اینها بتونید ازش استفاده بکنید. حوزه دوم در حوزه برنامه نویسی فرانت اند هست. برنامه‌نویسی فرانت اند رو حالا ما از بک اند چجوری جدا میکنیم؟ برنامه‌نویسی فرانت اند به این صورت است که ارتباط شما با پوسته نرم افزار هست، یعنی همون مهارت HTML، CSS و جاوا اسکریپت رو شما وقتی در یک حد ادوانس و پیشرفته یاد میگیرید میشه مهارت فرانت اند شما که میتونید پوسته نرم افزار طراحی بکنید، ظاهر نرم یک ظاهر شیک میتونید طراحی بکنید، صفحات لندینگ پیج، صفحات فروشگاهی، صفحات نرم افزار رو میتونید با فرانت اند طراحی بکنید. بک اند چیه؟ بک اند منطق دیتا ها رو ذخیره میکنه، به استوریج مربوط میشه و برنامه نویسی سمت سرور اصطلاحاً بهش میگن. برنامه‌نویسی سمت سرور هم زبان‌های برنامه‌نویسی خاص خودشو داره مثل PHP یا Node.js، میتونید ازشون استفاده بکنید برای اینکه بتونید یک سرور کانفیگ بکنید و یه در واقع بک اند راه اندازی بکنید. نکته چهارمی که اینجا من بهش اشاره کردم API هست یا Application Programming Interface که ارتباط بین اینها رو به وجود میاره. یعنی برنامه نویس فرانت اند که فقط تخصصش رو ظاهر نرم افزاره، برنامه نویس بک اند که روی سرور و منطق و دیتا داره کار میکنه، اینا دو تا چیز جدا از همن. چجوری به هم متصل میشن؟ با استفاده از API. شما به وسیله API میتونید اینها رو به هم متصل بکنید و API خب به هر حال یه سری تکنیک‌های خاص خودشو داره، از جمله طراحی جیسون که اینها رو شاید توی جلسات بعدی براتون به تفصیل توضیح بدم. نکته بعدی و نکته پایانی در حوزه برنامه نویسی که خیلی موضوع مهمی هست ذخیره و مدیریت اطلاعات هست، یعنی همون دیتابیس منیجمنت. دیتابیس منیجمنت به این صورت است که مثلا شما یک نرم افزاری دارید که لیست کارمندا رو اونجا می‌نویسه. لیست کارمندا شامل نام خانوادگی، سن، تاریخ تولد، وضعیت تأهل، اینا رو شما می‌خواید به صورت دیتا ذخیره بکنید دیگه. مثلا شما 350 تا کارمند دارید، تمام این اطلاعاتشون هم می‌خواید ذخیره بکنید، این میشه دیتابیس منیجمنت که بتونید اون اطلاعات رو ذخیره بکنید. یه سری تکنیک‌های خاص خودشو داره، کدهای دستوری داره، MySQL و SQL سرور از معروف‌ترین انواع دیتابیس در حال حاضر در دنیا هستن. حوزه بعدی که میخوام به شما معرفی کنم و این روزها خیلی هم ترند هست حوزه هوش مصنوعی هست.
حوزه هوش مصنوعی شروعش با پرامپت نویسی شروع میشه. یعنی شما باید پرامپت انجینیرینگ رو یاد بگیرید، اینکه چجوری یه پرامپت درست بدید تا اون خروجی مد نظر خودتون رو بتونید به دست بیارید. این روزها افراد زیادی از جمینای، چت جی پی تی و کلاد استفاده میکنن و برای اینکه بتونید اون خروجی مد نظر خودتون رو به دست بیارید، اون طرحی که مورد نظر خودتون هست، و باید حتما پرامپت نویسی رو یاد بگیرید. حالا پرامپت نویسی شامل تکنیک هایی هست که چطور ما بتونیم با AI صحبت کنیم. یعنی در اصل پرامپت نویسی زبان ارتباط با هوش مصنوعی هست. حوزه بعدی در هوش مصنوعی حوزه اتوماسیون سازی هست. اینکه ما چجوری یه سری از کارها رو به صورت اتومات پیش ببریم، مثل پشتیبانی، مثل تیکتینگ، مثل منشی تلفنی، مثل بات‌های تلگرام، بات‌های هوش مصنوعی. اینها باعث میشن که شما یک سری از فرایندها رو به صورت خودکار انجام بدید و این باعث افزایش بهره‌وری میشه و خطای انسانی رو کاهش میده. حوزه بعدی که در هوش مصنوعی در حال حاضر خیلی ازش استفاده میشه تحلیل داده و مشاوره هست. اینکه شما یک سری اطلاعاتی رو دریافت میکنید و به وسیله هوش مصنوعی اونها رو تحلیل میکنید. اون تحلیل ها یک سری نتایج و خروجی هایی داره که میتونه به کسب و کارها کمک بکنه، میتونه به بیزینس ها، به شرکت ها کمک بکنه که بسنجن، ببینن روی چه محصولی بیشتر سرمایه گذاری کنن، عارضه یابی بکنن، ببینن مشکلشون چیه، چرا مثلا هدر رفت سرمایه دارن و به وسیله هوش مصنوعی میتونن تحلیل بکنن و شما میتونید بهشون مشاوره کسب و کار بدید. حوزه بعدی در واقع همون دوتا حوزه قبلی که بهتون گفتم، برنامه نویسی و تولید محتوا رو هم میتونید با هوش مصنوعی انجام بدید. الان یه سری اپلیکیشن هایی هستن مثل کرسر که شما میتونید برنامه نویسی خودتون رو با استفاده از هوش مصنوعی انجام بدید. البته توصیه‌ای که من میکنم اینه که افرادی که هیچی از برنامه نویسی بلد نیستن از هوش مصنوعی استفاده نکنن. اول پایه برنامه نویسی رو یاد بگیرن، با هوش مصنوعی فقط پروژه های خودشون رو سریعتر انجام بدن، همین. وگرنه اینکه کسی که هیچی برنامه نویسی بلد نیست بگه من یه هوش مصنوعی نصب میکنم و همه کارامو انجام میده، این کار شما رو با چالش های جدی مواجه میکنه. در بحث تولید محتوا هم که همونطور که خودتون میدونید، متن، عکس، ویدئو با استفاده از هوش مصنوعی ساخته میشه برای ساختن پوستر، تیزرهای تبلیغاتی، انیمیشن، ویدئو و خیلی چیزهای متنوعی میشه ازش استفاده کرد. حوزه بعدی که میخوام به شما معرفی کنم بحث تحلیل داده هست. حوزه تحلیل داده یه سری مهارت‌های خاصی داره که کاربردهای بیزینسی داره. در حوزه‌های مالی، در حوزه حسابداری، در حوزه بازاریابی ازش میشه استفاده کرد. به چه صورت؟ به این صورت که شما مثلا از نرم افزار پاور بی آی استفاده میکنید، اطلاعات رو جمع‌آوری میکنید، ببینید کدوم محصول بیشترین فروش رو داره و روی اون بیشتر سرمایه گذاری میکنید. یا حتی فروشگاه اینترنتی از این چجوری استفاده میکنن، میان میسنجن ببینن کدوم محصول بیشترین بازدید رو داشته، بیشترین ویو رو داشته، چه محصولی رو بیشتر سرچ میکنن، راجع به اونها میان داده رو تحلیل میکنن و نتیجه گیری میکنن که بیزینس خودشون رو چجوری بهینه سازی بکنن. کاربردهای مختلفی در امور مالی، در امور تجاری داره. شما میتونید از تحلیل داده برای رشد و سودآوری شرکت خودتون استفاده کنید. این کار باعث افزایش دقت شما میشه، فرایندها رو بهینه میکنه و یه سری الگوها و روندهایی رو شما پیدا میکنید. اینجوری به وسیله این میتونید تصمیم گیری درست و هوشمند انجام بدید و از هدر رفت سرمایه جلوگیری بکنید. تو بحث تحلیل داده شما باید تکنیک های پایگاه داده رو بلد باشید، مثل مدیریت، ذخیره سازی و یکپارچه سازی داده ها یا دیتا های خودتون. و در نهایت باید حتما بلد باشید که گزارش گیری کنید. مدیر شما، رئیس شما از شما یه گزارش میخواد. شما باید بتونید گزارش رو به صورت اسنادی تنظیم کنید و در اختیار مدیر خودتون، سرمایه گذارا یا کارفرما ارائه بدید. خب خیلی ازتون تشکر میکنم. حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید و لینک پیج اینستاگرام خودم رو هم در دیسکریپشن میذارم. پیج اینستاگرام من رو هم سر بزنید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.